چاقی تو کردی چه شدی حاله؟ به یه شوهر نیازمندم، ماهیانه 100 تومن میزنم به کارتش و خونه و ماشین هم در اختیارش قرار میدم. چقدر گرمه، خیلی گرمه. از اینا 4 تا $100 تا صبح. تحریک کننده ترین کاری که دختر میتونه بکنه چیه؟ با فکر کنم 90 بفرسته 90. دوستان در اعماق اکسپلور هست. اون تحته ها قهوه‌ای همه جا. خوش اومدیم به یه قسمت برگریزون. توی این قسمت قراره بپردازیم به دخترها، پسرهای بی‌ادب و بی‌تربیت اینستا. من که بی‌ادب دوست دارم. میدونم که شما هم دوست دارید. بریم برای یه ویدیوی پر از مثبت 18. Let's go. سلام بچه شما. حاجی این دختره اندرزوه. خیلی خوب بود به موقع بود. میخوام پوستش کنم اوکی؟ ببین قیافه دختره یه طوری بود. پسره هی داره ادامه میداد پا میداد. آره خوشش اومد. خیلی خوشش اومد. ولی حرکتت باریکلا. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. تحریک کننده ترین کاری که دختر میتونه بکنه چیه؟ با فکر کنم 90 بفرسته 90. تحریک کنه نه 70 بفرسته. تحریک چی ماما؟ خیلی خوب بود. چی میگی؟ چیزی توی یک پسر شما رو جذب میکنه؟ قد بلند، صورت خوشگل، پولدارم باشه. آره. بالای 20 سانتی. هستش؟ نه. چشمام خجالت بکشید. چجوری اومد خواستشو؟ من فقط درخواست آب دارم. درخواست آب داره. من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. آقا این چیه جدیدن مود شده وای پنیک کردم وای پنیک شدم فلان و این سار بچه رو ما فقط خواهیم من که خیلی بیادم بودی ولی موافقم. راستی پنیک شدم. من پنیک شدم. این کثافت بازی رو تمومش کنید. موشک بازی بکنیم. من چشم میذارم شما میرید قایم میشید، هر کی زودتر ساکساک کنه برنده است. 1 2 3. نه امیر دوست دارم. اون سوکه. نه اون. خدا بس دیگه. امیر یه رای مبتدم بگو. ببین میری جلو میگی میدی، میگه چی و میگی شماره رو، خدا شکر. میگی بکنم، میگه چی و میگی التماس. خیلی خوب جمع میگرد بزاره. تا من اومدم شوکشم خدا شکر جمع بلد بود. فکر اسمش امیر بود. امیرا بلدن دیگه. خیلی بلد بود. خدا وکیلی ما دیگه هر روز هفته هستیم. خدا وکیلی خجالت نداره. هر روز ویدیو بذار براتون. هر روز بیا ویدیو بذار براتون. لایک نمیکنن، ساب نمیکنن، این زنگوله نمیزنن. ما هم تایم کلی براتون محتوای آدم هم آدما انسانن. چاقی تو کردی چه شدی حاله؟ دیده بودی میمکاتی میگه من مردم؟ این الان مرد بودی یا زن؟ این قضاوت خب خودتون نه به خودتون مربوطه. ولی خب این داشت اصرار میکرد که من مردم. ما در تصاویر چاقی های دیگری دیدیم. واقعا چاقی بودی چاقی. خیلی هم جای خوبی. الان خوبه اینجا. یکی برنج لازم نیست اونجوری یه ایرانه؟ آره این رسالت واقعا. جدی میگی؟ دارم میرم به سمت شهر. خدایی اگر آزاد شده به ما بریم. ما یه دونه اینمون میفته برام دیدید سه سو پیامک میاد. سیپشم بازه. جا نمیشد یه داشت میکرکی. بازاری پسند کامل. ای شام کامل پسنده.
خیر آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. به یه شوهر نیازمندم. ماهیانه 100 تومن میزنم به کارتش و خونه و ماشین هم در اختیارش قرار میدم. چقدر گرمه. خیلی گرم. از اینا 4 تا $100 تا صبح. ما که فقط به دلارا نگاه کردیم. بگم شوهر صورت شبیه زیر دوچرخه بود. تمامی اشکال هندسی توش بود. تا صبح هست. یعنی خود خری نه اینکه مثل خری. مامان جون مامانی اگه گفتی چرا نمک مالو میخورم. پشت چشاش غروب اکبر بالا کشید. جون حالی دارم میکنم. دیگه خسته شدیم، خیلی سم بودن. یه کف اکسپلور داشتیم اینجوری تو این قهوه‌یا میرفتیم جلو. خسکده بود بیشتر. خدا امیدوارم که خوشتون اومده باشه. 2 ویدیو رو از دست ندید. خیلی دوستتون داریم مثل همیشه. خدا نگهدار.